تنش در تنگه هرمز بالا گرفته. ترامپ از اجرای طرح برای عبور کشتی‌ها سخن میگوید، اما در ایران پاسخ سریع و قاطع است. فرماندهان سپاه پاسداران هشدار میدهند هر نیروی متجاوز که نزدیک شود هدف قرار میگیرد. یک طرف ترامپ از پروژه آزادی و کمک بشردوستانه در تنگه هرمز سخن میزند، طرف دیگر ایران آن را دخالت و دزدی دریایی میخواند. در نهایت کدام روایت به واقعیت نزدیکتر است؟ سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با آقای حمیدالله مفید، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای مفید، چرا تهران اینقدر تند واکنش نشان میدهد؟ آیا هشدارهای سپاه صرفاً بازدارنده است یا نشانه آمادگی برای درگیری هم محسوب میشه؟ اجازه بدین که بانو شکل جان شمس درودای پرمیر گرم خدا خدمت شما همکاران تکنیکی و بینندگان گران ارج برنامه وزینتان تقدیم کنم. در پی از او چیزی که بسیار دشوار در کمی مسئله است که آقای ترامپ چرا مسائل طور مطرح میکنه که گویی به همه به توافق رسیدن. حتی در تروت سوشیال خود به صراحت نوشته کردن و یادآوری کرده در یک نشستی که به نام نشست د بیلدینگ یاد میشد با یک دوستای خود، در اونجا گفت که ما یک کار اگر کردیم احمقانه یا غیر احمقانه ولی از نظر خودم شجاعانه است و شاید هم ادامه بتون. معنی از این است که آقای ترامپ در برداشت از مسائل و در تصمیم گیری در مسائل جهانی همیشه تصمیم آنچه که به دل خودش میگرده میگیره. فرآیند از این اعلان کرد که ما برای نجات کشتی‌هایی که از مدت‌ها در اونجا مانده اکثر دشواری‌های صحی و خدمات طبی پزشکی دارن و برای کسایی که در اونجا ماندن ما کمک کرده باشیم. در تنگه هرمز کشتی‌های جنگی خود میفرستیم تا اونا رو اسکورت کنه، همراهی کنه، هم به اصطلاح از اونجا بکشه و زدایی کنه خود تنگه هرمز و دریا را. این مسئله در نخست ایران در 10 ساعت یا 15 ساعت سکوت کرد، ولی امروز به صراحت اعلان کرد به ویژه علی نیکزاد معاون بخش خود پارلمان یا مجلس نمایندگان مجلس ایران به صراحت اعلان کرد که پای کشتی‌های امریکایی داخل تنگه هرمز شود ما با آنها با شدت برخورد میکنیم. درون ها یا پهپادها و طیارات بی‌سرنشین ما و همچنین کشتی‌های کوچک جنگی ما آماده است که هر لحظه با کشتی‌های مربوط به اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در اونجا بتازن و به یک بنبست عجیب غریب گیر مانده. در این فرصت آقای ترامپ هم در نسبت به کشورهای اسپانیا، ایتالیا و آلمان هم برخورد زشتر کرده، مسئله اخراج قطعات خود در اون نشست هم یادآوری کرده. با هم حال امروز مسئله دوباره بحران شد. مسئله 60 روزی که صلاحیت رئیس جمهور بود تا در جنگ یک جای آغاز کنه بدون فیصله مجلس، او را هم به خاطر از اینکه گویا ما مدت 3 هفته به صلح انجامیده و او جنگ پایان پذیرفته، او را هم تفره رفت تا دوباره 60 روز سپری شود، میتونه که اثر دوباره 60 روز جدیده باعث روزهای جنگی خود اعلان کنه. اگرچه محبوبیت از او را در امریکا و در تمام جهان به صفر رسانیده، اما با هم آقای ترامپ با اینمی تصمیم‌های مختلفش مسئله را بحران‌تر می‌سازم. گرچه پیشنهاد 14 فقری که از جانب ایران دوباره ارائه شده و آقای ترامپ یک بار یادآوری کرد که گفت من قبول خواهد کردم، قبول خواهد نخواهد کردم، به این مسئله پافشاری داره که در اونجا در پیشنهاد ایران مسئله غناسازی 3500 ذکر شده دوباره. اگرچه ایران پیشنهاد کرده بود که ما به طور قطع مسائل اتمی بعد از مذاکرات باشم. نخست مذاکرات ما حل دشواری‌های معاصری امریکا و تنگه هرمز باشه که کشتی‌ها عبور کنه، ولی بعداً در امریکا او را رد کرد. حال دوباره اعلام کرده که در چندین مسائل دیگر هم که مربوط میشه به حل مسائل و دشواری‌های میان امریکا و ایران و اسرائیل، او را هم دوباره ایران به گونه بسیار محتاطانه و به نفع هر دو کشور سه کشور مطرح ساخته. با هم ایالات متحده آمریکا و یک جانبه تصمیم گرفت که تنگه هرمز باز کنه و کشتی خود بفرسته و ایران هم اخطار داده. بنگریم که عاقبت یا فرایند یا پس منظر از چگونه خواهد بود. آقای مفید، اگر تنش بالا بگیرد فشار اصلی بر کدام طرف خواهد بود؟ ایران، امریکا یا بازار جهانی نفت و اقتصاد منطقه؟ بسیار پرسش عالی را کردین. اجازه بدین که ما در بخش واقعیت از این بپردازم. آنچه را که تحلیلگران به ویژه یک تحلیلگر دانشمند امریکایی یادآوری کرده و او را هم خدمت شما عرض میکنم، یادم بسیار به صورت به نام یوان بلاریا یادم به صورت اعلان میکنه و آنچه که از جانب صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی پول ارائه شده
این دو مسئله میخوایم در گام نخست خدمت شما عرض کنم. نوشتن که اگر 20% تنها نفت نیست، 20% فسفورس است، نفت است، گاز است و گاز هلیوم است که برای شفاخانه و اکسیژن نان نیاز دارن و بسیار مهم است. به می ترتیب در هر ماه 20% از این تقلیل پذیره، جهان به یک بحران شدید اقتصادی، کود کیمیاوی، گاز و هلیوم مواجه میشه. و او برآورد بسیار جالب کرده که گفته ما 4 تا 6 تریلیون دلار در ظرف 5 ماه خساره به تمام جهان میرسه. یک رقم بسیار درشت است. چرا ایران تجارت خود از طریق قطار با چین، با کشورهای آسیای میانه و حتی با مالزی و اندونزی جایی که نفت داره میرسونه، همچنین از طریق کشتی بندر کراچی کار خود میکنه، از طریق بحیره کاسپیان میکنه، ولی جهان در تنگه هرمز گیر کرده. شما توجه کنید 20% نفت، مواد برای کود کیمیاوی فسفرس و هلیوم از این تنگه میگذره و 20% سقوط کنه، یک هم بسیار درشت است. بنابراین نه ایران، ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا هم که 25 میلیارد خسارات خود در جنگ پیش بینی کرده بود، حالا پیش بینی شده که بین 40 تا 50 میلیارد است و اسناد جدیدی که را میکنن که تا 1 تریلیون و ضرری که باید افزایش بودجه خود بده، کمک‌های خود جمع کنه، قطعات خود از کشور آلمان و ایتالیا و اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی بکشه، تجدید در جهان و یک مقدار زیاد ایالات متحده امریکا و بعد هم ایران به خاطر محاصره‌اش که مقدار تولیدات نفتش پایان آمده و یک مقدار خساره برشه و این برجه، یعنی این جنگ، این محاصره و این دشواری ایران و امریکا اقتصاد ضرر رو بسیار بزرگی داره که برای کل جهان 4 تا 6 تریلیون دلار اقتصاد جهان در 6 ماه سقوط کنه. در اینجا روزانه 25 میلیون دلار مفاد خالص برش از فروش نفت و دسم برخی کشورهای آسیای میانه که خودشان فرآوردهای نفت برندشان و گازشان مستقیم در بازار عرضه میکنن مفاد کردن. کمپانی شل، کمپانی لافکو، کمپانی آرال، کمپانی بزرگ نفتی یک عاید سرسام‌آور به دستشان میاد، اما به همال یک بخش بزرگ اقتصاد جهانی ضربه میخوره. موضع آرامتر نخست وزیر آلمان که از هدف مشترک با امریکا سخن میگوید نشان همسویی است یا تلاش برای مهار بحران؟ آنچه که برمیگرده مناسبات میان آلمان و ایالات متحده امریکا، آلمان در خواستهای ایالات متحده امریکا که سهم در جنگ بود و سهم در بازگشایی گشایش تنگه هرمز بود، در این مطالب واکنش منفی نشان داد و به ویژه در مسائل در گرینلند، جزیره گرینلند مربوط دنمارک مطرح ساخته بود. کشور آلمان واکنش از این منفی بود. بعدا صدر اعظم آلمان در سخنرانی که به تاریخ پنجشنبه داشته، در اونجا بدون صلاحیت‌های بین‌المللی به ایران اخطار داد که تو حق نداری اسرائیل بمباردمان کنی، تو حق نداری جنگ تنگه هرمز بند کنی، تو حق نداری که گویا علیه ایالات متحده آمریکا قرار بگیری، تو حق نداری اتم داشته باشی. به همین صراحت آقای فریدریش مارتس اعلان کرد و این بسیار جالب بود برای جهان. ایالات متحده آمریکا قبلا با آقای مارتس مناسباتش کاملا خراب شده بود و آلمان کشور نادرست اعلام کرده بود و دیروز تصمیم بسیار قاطع خود که اخراج قطعاتش تقریبا 3000 نفر در ایالات در کشور آلمان است، از 25000 به 3000 اینم به صورت ترامپ اعلان کرده. حالا کشور آلمان که در یک بنبست بسیار جدی اقتصادی و تجارتی و سیاسی وضع 25% تکس بالای تمام تجارت بین آلمان و امریکا را هم آقای ترامپ پیش بینی کرده و مطرح ساخته که به زودترین فرصت عملی میکنم. همین مسئله موجب شد تا آقای فریدریش مارتس تصمیم جدیدی بگیره و او تصمیم ازی بود که ما برای زدایش مین در تنگه هرمز کمک میکنم و کشتی خود میفرستم، ولی عملا در این کار نکرده، فقط آمادگی خود نشان داده. از این لحاظ یک نوع گرایش مایمانند داره ایالات آلمان با ایالات متحده آمریکا. از یک طرف مجبور تابع اروپا و فرانسه که مخالفت جدی با عملا با ایران با او همسو هم نباشه و جانب دیگر در مناسبات با اسرائیل بازنگری کنه که ضربه جدید با مناسبات امریکا زد. به طور مثال امی که اسرائیل بخش زیاد تمام کشورهای اروپایی کمک‌های بلایوز اقتصادی معانی خود با اسرائیل دولت تعلیق قرار دادن، یه ایالات متحده آمریکا مقدار عصبانی شد. با هم فرآیند از این مسئله میشد که آلمان حال آمادگی خود به بازگشایش تنگه هرمز به خصوص به تنها با خاطر زدایش مین، بدون از اینکه در جنگ سهم بگیره، بدون از اینکه البته در توافق با ایران مطرح کرده.
با ما بنگریم که مناسبات ایالات متحده آمریکا و آلمان با وصف از که برخورد چاپلوسانه آقای مارس در مرحله دوم با آمریکا بود، ولی ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ در این مورد اون برخورد قبلی خود ادامه داده، اخراج قطعات خود از آمریکا پیش بینی کرده و وضع تکس 25% که هنوز عملی نکرده پیش بینی کرده که با بالای آلمان وضع خواهد کرد. این مناسبات در حال به نوع رکود دوگانه باقی مانده است. آقای مفید، آنچه در تنگه هرمز جریان دارد نمایش قدرت است یا حرکت به سوی یک تقابل واقعی؟ خب هر دو مسئله نهفته است. اما مسئله نمایش قدرت است که از عقده نشیم که هر دو طرف میخواین قدرت خود نشان بدن. تو در جنگ قدرت ها مشخص شد. کشوری که به اصطلاح رهبر جنگی جهان، رهبر اقتصادی جهان و نیرومندترین کشور جهان بود، در جنگ در برابر ایران به اصطلاح نتونست به پیروزی برسه و تقریبا بگوییم که شکست خورد. و حالا ایران خب خسارات عظیم دید، 3000 کشته، 1200 زخمی و نابودی یک بخش زیاد از اقتصادش، ولی با هم پافشاری و پایمردی ایران موجب شد که نشان بده که من زنده هستم و پیروز هستم و آمریکا هیچ تحولی برای ما آوردن با وجود کشتن. در این حالت هر دو طرف میخواین قدرتشان نشان بدن و همچنان هر دو حالت به هر دو کشور به یک حالت رسیدن که آماده هستند تا از این مهلکه، از این تنگنا خودشان هر دوشان نجات بدن. هم ایران از فشار اقتصادی معاصر ایالات متحده آمریکا به سطوح رسیده، هم ایالات متحده آمریکا از این فشار مالی که کشتی‌های بزرگ خود آورده و روزانه تقریبا 2 تا 3 میلیون دلار مصارف از اونها است که میلیارد دلار شاید در مدت یک ماه به 1 میلیارد دلار برسه. این هم برای ایالات متحده آمریکا در یک حالت بسیار خشمگین قرار گرفته و مصارف اضافی سرش تامین شده. اینا عوامل است که دو طرف میخواین از این جنگ، از این مهلکه، از این دشواری، از این سردرگمی خودشان نجات بدن. و فکر میکنم هم مسئله نمایش قدرت است، هم مسئله فرار از این بحران، از این مهلکه‌ای که دو خودشان ایجاد کردن حبس. یعنی هر دو طرف ارزش داره، ولی فراموش نکنیم که ایران در جنگ بازنده نبود و ایالات متحده آمریکا پیروزنده نبود. سپاسگزار هستیم آقای مفید از حضور شما در برنامه. سپاسگزار از شما، لطف کردید. تشکر قربان. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.